بیننده های عزیز و گرامی تلویزیون شرق گلوبال HD سلام. اینجا قریه کورخوی ولسوالی بهارک بدخشان است. میخواهیم در برنامه امروز افغانستان پیژندن یکی از کسبه ها و پیشه های قدیمی این مردم را به معرفی بگیریم. پیشه دیگریزی یکی از پیشه های قدیمی در ولایت بدخشان است که انواع و اقسام دیگ هایی که در گذشته ریخته میشد از گلید به سراسر افغانستان صادر میگردید. امروز می رویم به کارخانه قدیمی که در این ولسوالی در این قریه وجود دارد ببینیم هنوز پیشه دیگریزی وجود دارد و استاها مصروف کار هستند یا خیر. با ما باشید در برنامه افغانستان پیژندن از ولایت بدخشان. داخل کارخانه بشیم. استاها در حال کار هستند که امروز با استاها و کارکنانی که در کارخانه دیگریزی قریه کورخو هستیم مستند برنامه از همین کارخانه تهیه میکنیم، حضورتان تقدیم میکنیم. با ما باشین که استاهای سابق و جوانانی که اینجا کار میکنن چی کار میکنن، چی چیزی میریزن از گلید در این کارخانه که از قدیم الایام از باباهایشان اینجا براشان میراث مانده. این کسب از پدر بابامون مونده است که این 60-70 سال به این طرف مقصد ما ایره کار کردیم. مردم ما در وقت این سر مقصد اسبه ها و چیزا اینا می رفتن بخارا از اونجا کال و مال و هرچی می آوردن و مقصد رفت آمد داشتن. بعد این کسب از بخارا آوردن. بعد در زمان حکومت های سابقه دیگه در وقت اینا نمی توانستن ای طرز کار کردن. سرشون مردم از حکومت فشار می آورد. اینا در داخل جنگل ها می رفتن همی کار می کردن. این مقصد روزگار شده پیش می بردن. این به همی شکل این قسم این آمده امروز رشد کرد که در تمام این چندی قریه ها مقصد مردم ها از کار میکنن، از این سپازه میکنن. بازم با یک ولایت ما که اینه بینید چقدر کلان است. با تمام از این همی مقصد چیزی جور کردگی ما دیک کاسه و چای جوش و همه میره و مردم از این سپازه میکنه. از گلید میریزیم تالی که در از این از چویان و این قلبه میریختیم. ولی اونا را مقصد فعلا سست دادیم. تنها همه از گلید تالی دیگه کار میکنیم. همه دیک و چای جوش و این دیگه نمی گفا چیزا را جور کرده با ما میریزیم دیگه خلاص کاری ما همی. درخت ها را میکنن با دست از او زغال میسوختن در چاه زغال میسوختن اونا را می آوردن و اینجا دیگه خانه بازم از وقت دیگه نبود تنها یک دیگ میریختن الا این قلبه دو چیزی بود در وقت دیگه این چیزا همه قدر میریختن. بازی را مقصد اینه اونا خیلی همه کار و بارشون همه قبول و دیگر چیز شد به دوره ما موند. بازالی ما خیلی چیزها را پیش خود کشیدیم دیگر. دیگه بخارش هم جور میکنیم، جور هم کردیم دور هم جور کردیم. دیگه بخار بسیار ساده است الا با ما چه ارزشش کم است دیگه خرید کم داره. جور کردنش بسیار ساده است. ولی دیگه جلال آباد من کشیده است خوب دیگه کشیده است. ولی بسیار در کشور در تمام جا هست این مقصد و کار میده. تنها در این مردم های قشلاق که هست به حسابش نیفهمند. باز اینه بعض جای فیلم میکنه خطاره میکنن در میترسن.
کمالش همیست که همین رگی لبی دریاست، همین رگی سفیدی از این را وردگی رگی بسیار صفا شد. اون ما ایرا از اون رگ این ایک قالب شکل شده سیم، همین رگی همون نرم. اون اون روکش از یکی است کمی خاک داره که مقامت حساد شده نداشته باشه. با قوت شوه. پوشش است. این پوشش است. یعنی اونش بقوتر، اینش خیلی همون رگی پاکیزه. اگه اون نباشه در این رگی سخت نمیشه و مردش قالب است. یعنی مقصد ای روی همون مقصد قالبش جور میشه و یعنی باز ای روکش داده میشه و پس خشک میشه و بازی روی که سه پارچه دیدت کنده میشه و بازی این رقم دخرات تراش میشه و پس یه آماده این زغال سیاه ایرز لشمکاری میشه و این خشک میشه و در ترش هم نمیشه و پس که خشک شد باز این آماده کار میشه و اوجا کارخانه نه برده گور میکنه زیر رنگ میکنیم و مقصد جای رخته شد تاون من امیر اگر 50 تا اگر 100 دانه هم اگر چوی جوش تیار کنیم در یک روز میریزیم. اگر دیکم تا 50 و 60 را این دیک خرده اینه اگر رفته و جور میکنیم در یک روز را میریزیمش. ریختنش باز ریختنش خیره تنها قالب جور کردنش در 15 روز 20 روز جور کردن اینه طول میخیره. در 15 و 20 روز طول میخیره. ولی اگه 6 7 نفر 8 نفر کار میکنیم نه همی صاف همی چیزی خدمانش کار میکنیم شاگردم نداریم. علاقه مندیش هست هر چی که ریخته شوه این در بازار یا این ما نفرها داریم اینا برده در اطرافا اینا را سودا میکنن. مقصد هم چاره اونا میشه. جور کردیم بعضی چیزای از قبیل موتر سایکل و اینه بعضی موتر پردایی که بعضی چیز بود خراب شد آورده در اینجا اونا را هم جور کردیم. مقصد چون که ما جا باشه که بریم در اونجا اینه مقصد ما کار کنیم یا که ما اگر ریش با سفید شده است ای بچه های نوجوان کار کنن و یک چیزی را بگیرن پس دمیج آمده او را میتونن که همو چیز را اینه جور کنن و بازا جایی است که گلی تو می شود. این ذریعه پاک است چون امروز پاک خراب است دیگه ذریعه تام است. این اینجا قالبا است که قالبا در اینجا گور می شود. این کیا شد از اینجا گلی تا ذریعه از او گرفته می شود. از او کوله گرفته می شود در اینا با ریخته می شود. باز از این از زیر رگ بدر میکنیم. فعلا چای دوش میریزیم. بله دیگ تولی آماده نیست که دیگ شاید به فردا آماده شود یعنی که بعد از همین کارم آماده میشود. خنبک میگن که خنبکای کلان به حساب دوغ به حساب ماس این گپا جور میشود. دیگه کاسایی که به حساب خمیرکنی جور میشود. دیگه که بخارم جور میشود. دیگه این هر اون چیزایی که از همه گلیت بگوی در کارخانه جور می شود. گلیت از همه بازار این همه گلیت زایات است که میاریم هر رقم خرابه که باشه ما در جاوش میکنیم. هر رقم خرابی که باشه ایران ما میکنیم دیگه میتونیم که این چیزای خوب به دست بیاریم. متاسفانه دیگه یک ذره اقتصاد قدر خوب مکمل نیست که سعی پیش بروه و روی همه اقتصادی ضعیفش هم قدر کار میشه و کار خوب میشه. این دم به حساب چرم است. چرمی از همه حیوانات جور میشه و دیگه رخت میگن جور میشه و ایرا با میاریم اینجا جور میکنیم.
این 2 دانه جور میکنیم که اونجا پیشتر البته دیدید این جور میشه و ذریعه همین باد این گلیتا او میکنه دیگه. وقتی که همین پاکه خراب باشه دیگه ذریعه همین کار میگیریم. وقتی که پاکه جور باشه ذریعه جنریتور دیگه گرم بس اوش میکنه. تعلق باز معمول چیز داره، اگر پاکه باشه نیم ساعت، باز دم باشه شاید 40 دقیقه دیگه 1 ساعت همین تا بالا. تعلق با گلیت داره. گلیت های از ضایعاتی که ضعیف است، گلیتی است که بقوت است، او را ذریعه همین آتش باز او میکنه. بیننده های عزیز، اینجا قریه کرخوی ولسوالی بهرک است و ما نزد یکی از استاهایی که در دیگریزی، چایجوش ریزی و انواع و اقسام اجناس خانه که از گلیت ساخته میشه اینجا هستیم. در کارخانه بسیار قدیمی. شخصی را که میبینین دمگر است. دمگری خیلی توسط این همین پوسی حیوانی است، خیلی از ظلم است دیگه. با ایسوی پاکه بشه خوب است، پاکه و جنریتر دیگه و ایسو بیتایی آزارده است نفر دیگه و تکلیف میکنه. همین وسا میتونه دیگر رو کنه، همین وساهای کار کردش میتونه، دیگر رو نمیتونه. پر دقیقا همون تو دم میکنی وقفه بیا دیگه او گلی دو زیرخ میکنه. تقریبا خیلی ما پدرمون کار میکردیم، او که خودمون کار میکنیم، اگه 20 سال میشه که کار میکنیم خودمون دیگه. پدرمون سابق است، این رقم داره دیگه. ما آدمی و ضروری است که او کم زغال شوه، یعنی که ایجا سست دم کنی خام میمونه. چمچه که هست امکان داره که اگه 4 سر یا بیشتر از این وزنش باشه. این آهن است، از چوه اینجور میشه و دیگه در گلیت که هست بازی پایش داره، در چوه این خچم باز او ذریعه لای لیش میشه و دیگه در او میتونی که ایم 1 سر تا 7 سر بار کنی میبره. این هم 7 سر باز این روی نو دیدید که کار میشه و دیگه همون چیزی که همون وسایلی که تیار کرده بودی روی همون با ریخته میره. چه غیره که گرفت باز ماندهش با دوباره در کارخانه او میشه و باز ماندهش با دامو گرفته با دوباره میریزه. یکم پرزجاتی هست که از موتور میده میشه و او را میارن باز روی همو ما او را جور هم میکنیم. همین استادی که براتون گزارش داد استاد سیف الدین دیگه روی همین امکانات دستیش هم را پیش میبره. اگر امکان داره که وسایل بیشتری داشته باشیم، جای خوب، امکانات خوب، از او بیشتر هم شاید او را ما چیز داده و بریم دیگه جور میشه. و بله گذشته که بود کار بسیار ثقیله بود با مردم دیگه، راه و روش کار و وسایل کار برشون معیار و آماده نبود که بگیرن کار بکنن. این حال حاضر برق است، پاکه است دیگه، همین وسایلی را که کار میکنن قبلا مردم های قدر اگرچی نداشت دیگه امکانات هم نبود، حالی شکر الحمدلله است. اما مردم نگاه اقتصاد ضعیف است. اگر اقتصاد خوب باشه ایره 100% میتونیم که انشالله که بیشتر چیزهای خوب یکم پرزجات موتورسیکل، بایسکل دیگه پورا میتونیم که انشالله او را ما کار بکنیم. اگر حکومت ایره انکشاف بده و پیشرفت کنه جای کاری از ایره ما 100% انشالله پیش میبریم. اما اقتصاد که ضعیف است چون مردم همون روی توانی که داره بسیار کم است. روی همون ما کار میکنیم، یک روزگذرانی دیگه اقتصادی نداریم که ما دایم کار بکنیم، دایم میره پیش بریم انشالله که پیش هم میره و اما اقتصاد ضعیف است. گلیت یک نوع است، ولی ما فعلا که کار میکنیم از همین گلیت های دول حاصل از این زیادتر است، چون از قبیل چینک و علوی و آلومینیوم میگن که چی میگن همش که آلومینیوم است. باز ایناش که از یک ذره حاصلاتش در کارخانه برای ما ضعیف است.
با ما ماشینالات موتور باشه، موتورسیکل باشه، ماشینالات خوب باشه، این حاصل زیاد میده. ما میتونیم که برای زیادتر بگیریم. در سرمای زمستان ما کار کنی نمیتونیم. سرمای زمستان که از یخ میکنه این را با کلند هم بکنیش نمیشوه. با ما را منطقه گرم، جای گرم، همیشه گرم باشه و ما کار کنیم. فقط اگه 6 ماه و 7 ماه کار میکنیم باز زمستان دیگه سرما شد دیگه دیگه دستگیر نمیشه. ریگ از یخ میکنه و دستگیر نمیشوه. دیگه در وقت سرما گلید دستراخی از این نمیشوه. ایو کلان از بسیار مشکل میشه برای ما. دیگه انگشتی ارچه و انگشتی بیدو ولی درخت چورمقی چورا نمونه بزنی. ولی فعلا کار کردن من روی همی انگشت است. انگشت خوب چیزیست. گذشته اینا یک جورا کندک میکنن. اینی فقط اگون 4 متر چقور. دیگه برشم اگون 3 متر پامیش. اینا را سریع چا میگن. اینا داخل همی چا اینا میده میکنی بره. اینا دایی چا میسوزی اگون 15 روز اینا یک ماه دربار میگیره. در زیر خواب میمونه. این میمبره اینا بدار میکنی 40 بوجی 50 بوجی اینا بوجی میکنی تیار اومده کارت. هر نوع چیزی را که بگویم ما مردم ایدسمون میاد جور میکنیم. کس می بابا و اجدادمون است. با خودمون هم زیادتر عهد گرفتیم زیادتر این استخلاطا پیش بود مردم بسیار کم تم کار میکرد. اولی کاری خوب است. کاری شوری کاری نظر پیش فرق دارن. پیش تا یگر میذار یک دگ میریخت. ولی که شروع کنید تا یگر 50 دگ 40 دگ 30 دگ یا چویجوش 100 تا 50 تا باشه میریزی. پیش سهولت نبود و قفم نبود برید خام میمون. وقتی که خام مون در حساب یزی که چویجوش برابر نمیشه یا دگ نه یا هر نوع چیزی را. این ولی خوبیش همیست که مردم شوز از گلتا ها میکنه پاکیزه و این از جدا میکنه. دیگه میسی از ایرا برنج از ایرا این گلت که ها شد هیچ چیز را با خودش نمیگیره. فقط اما خودش صرف آب میشه و خلاص. دیگه توسط انبر ای درون آتش همون موادی که دبرش مون او نمیشه جیرانی که میگیریم. تنها جس قطعی اگر چوب نکنی او میشه. جس بسیار تیز روشن است یا سرب باشه. اینا رو میدان کلش جدا میکنیم. وقتی شد که دمی کارخانه بم ای پیش من انفراغ کرد که زد چند نفر زخمی کرد. زد چند دیگه مین یوان بود یا مین راکت بود. اوستاتون نفهمیدیم. این برای چندین سال است که ایجاد میکنیم دیگه مواد انفراغی را نمونیم در کارخانه که کامیرا بزنه کور میکنه و مقصد بند میبره دیگه. ای مواد انتشاری بسیار خودداری میکنیم. وقتی شد است که همیشه داخل یک دونه مین همین استفادین بچه همکمون پدر شورد همی دکان میموند. خدا نخواسته همون مین انفراغ میکرد دمی اطرافا یک خونه را نمیموند. 2.5 سر باروت دینامو درش بدر کرد. اگر 2.5 سر باروت انفراغ میکرد در این اطرافا دکان نمیموند. یک استاد و بچه همکمون نمیموند. این بسیار آدم ایشور بود. همین اگر خیلی سر شیره کرد این مواد اگر گفت این اگر انفراغ میکرد کل ما میمردیم. در ریزای پروردگار نبود است. الحمدلله شکر که من خونسا شد و دیگه ما جام سلامت بریم تا الوالا که کار کسیم. بسیار نونی الوالی پاکیزه داره. بسیار زحمت است. ای کلفت است. بسیار تکلیف هم که داره. ای کار ما خرسند هستیم. راضی هستیم. شما فعلا که دیدید ما تازه کارخانه چویش کشیدیم همین چویش است. وقتی که ما چویش کارخانه میکشیم میبینیم که بسیار این پره داره و زخ داره نه یا پا داره. ایرا باز ما میتیم در خانه در سیاسرا میتیم. اونا میبرن پالش میگن امرای صبحان. ایرا پالش میکنن سفید میکنن. وقتی سفید شد این رقمی یالی آماده چی نیست. این رقم میشه مثل اینجا میشه. باز ایرا دوباره پس میتیم با سیاسرا رگمال میکنن ایرا. رگمال میگیم ما رگمال میکنن. پس که اینا رگمال کنن باز ایرا باز دوباره میتیم باز داگل میتیم.
پس دوباره در گل میتیم این چایجوش های کارخانه تازه برآمده است. این چایجوش 2 بار 3 بار کار کرده است که به انداز شده به شکل ایرا گل پرتافتیم. دیگه این چایجوش فعلا آماده کار و آماده فروش به بازار است. همه چایجوشی که فعلا 100 روپیه میده میره را سوبان میکنن، باز دیگه 100 روپیه میده میره 50 روپیه میده میره رگمال میزنن. وقتی که رگمال زد بعد دیگه 100 روپیه میدیم ایرا گل میندازه. وقتی که گل داخت این گل چیز نه این آماده گل شد دیگه این پالش که کرد که گل آماده گل شد گل میپرده و دیگه تیار به بازار ایکا فقط همین رقمی که کارخانه بدر کنیم زخ خفری از این سوبان میگیریم دیگه با کسای دیگه ما بچه‌ها داریم که اونا میدیم باز میبرن در شهر و در قریه سودا میکنن. ولی همه کس مصروف از این میده بچه‌ها را که شما الان در اینجا میبینید همه همین کارخانه کار میکنن. 20 نفر در این کارخانه کار میکنن. یک پدر و بابا و اجداد ما ماندگی است. همین کارخانه ما مصروف هستیم 24 ساعت در این کارخانه هستیم. در اینجا دیگه مصروف هستیم. اطفال هم دیگه در اینجا وایسا داخل همین رگ و همین چیزا هم میپلن اگم میده گلی تا اگم چیزی که باشه و رو ما در دکان‌ها که نزدیک کارخانه است. نه این اگم چیز میگیرن برای خودشون. میسکوت یک چیزی در بازار بسیار قیمت است. مردم پراکدن بودجه ندارن که برای مواد مثلا بازار بخرن بیارن کارا پیش ببرن. خرید کارا کمی رونقش کمتر شده است. ما مواد از ایران پیدا کردن نمیتونیم به خاطر از اینکه مواد ما میره طرف مثلا پاکستان و شاید طرفای تخار و جون میره و نمیفهم اونا چیکار میکنن. دیگه ما مواد گیر نمیکنیم. به اون خاطر قیمت است. ما اینا 400 300 میخریم مال 700 روپیه میخریم. سیرش. فعلا گیر نمیکنیم. میرم به حساب مشکلات گیر میکنیم. هر چیزی که مثلا اگر آدم فرمایش بده همین چیزا برای ما جور کن ما برای از اونا ساتویزای نمیگه جورش میکنیم. اگه پرزای موتور جور میکنیم موتورسیکل جور میکنیم. یک کس میست که بسیار پر چندود پر تکلیف پر زحمت مشقت این بسیار کس میست که بسیار برنج تکلیف پیش میشه. این عادت این داره که اگر امروز تو اگر کار کنی این پیسه نمیشه. اینا تو اینا جور میکنی تو اینا با فروش میرسونی 1 ماه الا 2 ماه ایلو وقتی میشه که 3 ماه در بر میگیره که پول درست نمیاد. این آدمی تلخدار بکر غیرتدار بکر که تو این پیسه وادش میای توقعت کنه. اول عمل شروع میکنیم این میزان که ختم شد دیگه نمیشه آسیب. این بسیار رگ اخ میکنه او اخ میکنه نمیشه. اوجا بود یگان نفر که بسیار فرمایش میده یگان چیزی را یک جا را گنباز میگیم. داوجا میبریم میندازیم باز کشخورک باشه پوش باشه ازم باشه علو میکنیم توسط علو را خشک میکنیم قاق میکنیم باز را در اختان برابر میکنیم باز را میریزیم. کلن ماش پیدا میشه تنها یک خاک گلی بوتا میگیم که تالقان میاریم. او خاک تالقان سری 200 قیمت داره او را با بلول میگیریم. اگر او نباشه دیگه خاکو نمیشه اون گلی بوتا میگیم. این دیگه خاکای زرد خاک سیاه خاک کار نمیده دیگه ما. فقط نامی غیر نامی قریه کرخون ساخا یا قریه فتح در دیگه قریون نیست. اینو بس رسولی باره کنیم مثلا در رسولی باره نیست غیر نامی 3 قریه نیست خلاص دیگه. این در جه برخشون دیگه نیست دیگه بخاطر که مردم ای بابا و اجناد کار کردن اینی آمختن در این کار بسیار گفتم که بزرگی پیسه نمیشه و یا غرده ولی میستری خونه نباشی یگان کار نجاری نباشی تو اگر پیسه میشه این تو اگر پیسه نمیشه. که سبون زدی اینا رگمال زدی اینا پاک صفای دیشه که میخ کردی قلبش سرش بای میشه 1,500 با چویشی داره که 3,500 رقم هست. این خرطرین شای پرن دیگه نیست. بیننده های عزیز و گرامی تلویزیون شرق گلوبال HD این بود داشته های برنامه ما از کارخانه قدیمی دیگریزی در قریه کورخوی ولسوالی بهارک که استادهای قدیمی هم صحبت کردن که شنیدیم و جوانانی که هنوز کار میکنن در مورد دیگریزی و انواع و اقسام وسایل خانه که تاوه هست چایجوش هست اینجا ریخته میشه و درست میشه و با بازار عرضه میشه. تکالیف را هم در تصاویر دیدین چقدر مشقت هست اما با آن هم این صنعت و این کار و این پیشه را حفظ کردن. تا برنامه های بعدی که از دیگر نقاط بدخشان و از
کسب و پیشه مردم که از قدیمی ها مونده برنامه تقدیم میکنیم حضورتان. الله حافظ و نگهدارتان. خدا کند برنامه های تلویزیون شرق گلوبال اچ دی خصوصا برنامه افغانستان پیژندن مورد توجه شما قرار بگیرد.